قسم جنوبی ایالات متحده آمریکا سوختار جنگل تا رفت مساحت می‌افزاید. از همه وضعیت تشویش‌آور در شتات نیو مکزیکو به نظر می‌رسد. بنا به معلومات رسیده در دوام یک هفته بیش از 20,000 گیتار جنگل سوخته نابود شده است. همچنین سوختار منطقه‌های کوهی شهر سانتا فه را نیز فرا گرفته است. در اینجا چند منزل استقامتی سوخته نابود شده است. از منطقه‌های زیر خطر سوختار قرار داشته صدها نفر به جایهای امن تحویل داده می‌شوند. همزمان در رابطه با سوختار جنگل در شتات آریزونا حالت فوق‌العاده اعلان شده است. مساحت سوختار در شتات تگزاس باشد به 10,000 گیتار نزدیک می‌شود. وزش شمال و هوای خشک به مساحت افزودن سوختار مساعدت می‌کند. آتش نشانان برای برطرف نمودن سوختار از تمام امکانات و تکنیک‌های در اختیار داشته‌شان استفاده می‌برند. در مضافات اونتاریوی کانادا از ساحل کوه سیمکو پالیونتولوگ‌ها باقی‌مانده‌های سنگ شده یک موجودات غیر مقرری را پیدا نمودند. با قول عالمان این جانور پیش از زمان موجودیت دینازورها در زمین زندگی کرده است. آن همگی 6 سانتی متر درازی داشته است. عالمان در باقی‌مانده‌های این موجودات نشانه‌های چشم پیدا نکردند. از این رو تخمین می‌رود که آن نابینا بوده است، ولی پای‌های درازی آن که با چوب مانندی دارند به این حیوان آبی امکان داده است که در قعر بحر حرکت کند. شماره عمومی با کرونا ویروس سرایت یافتگان در دنیا تا صبح 26 اپریل سال روان به 510 میلیون و 100 هزار نفر نزدیک شد. طبق معلومات متخصصان ساحه در دوام پاندمی 6 میلیون و 245 هزار و 628 نفر از کرونا ویروس به هلاکت رسیده، تقریبا 463 میلیون و 372 هزار و 530 نفر از آن شفا یافتند. همین طریق در قطار دولت‌هایی که در آنها پنجشنبه کرونا ویروس بیشتر به قید گرفته شده است، مملکت‌های امریکا، هندوستان، برزیل، فرانسه و آلمان پیش‌صف میباشند. در یکی از باغ‌های فراغتی شهر الکساندریای فدراسیای روسیه بر اثر ترکش نارنجک دستی 5 نفر جراحت برداشت. طور خبر داده می شود یک ساکن محلی در پی مناقشه با کارمند باغ فراغتی نارنجک را به کار درآورده از مکان حادثه غیب زده است، اما بعداً او از جانب کارمندان پلیس بازداشت شد. ضرر دیدگان بستری بیمارخانه بوده، وضع سلامتی آنها معتدل ارزیابی می شود. در شتات ایموی نیگریا بر اثر ترکش شدید در یکی از کارگاه‌های غیرقانونی عاید به کارکردی نفت زیاده از 100 کس به هلاکت رسید. حادثه در منطقه آخاج اگبه زمان بریدن یکی از قبورهای نفتگذر به عمل آمده است. بنا به معلومات رسیده پس از ترکش در جای حادثه سوختار شدید به عمل آمد. احتمال تعداد فوت دیدگان افزایش یابد، زیرا وضع سلامتی چند تن از جراحت برداشتگان وزنین ارزیابی می شود. در آبهای قسم شرقی جزیره هوکایدو ژاپنیا کشتی سیاحی با 26 نفر غرق شد. بر اثر حادثه 9 نفر به هلاکت رسید. در عملیات جستجویی در جای حادثه نیروهای پاسبانی ساحلی و نیروهای خودمحافظتی ژاپنیا شرکت دارند. یک روز قبل کشتی مذکور بانگ خطر ارسال کرد، بعداً علاقه با آن قطع شده است. در قسم جنوبی پولشا در یکی از نقب‌های انگشت بر اثر فروروی 10 نقب‌کن به درک گردید. حادثه در نقب زافنیوکا در چقوره 900 متر به عمل آمده است. هنگام حادثه در داخل نقب 62 کوهکن قرار داشته، با 52 تن آنها میسر آمد که مستقلانه جان به سلامت برند. طبق معلومات فروروی در پی اخراج گاز متان که ترکش را در پی گذاشت به عمل آمده است. در دومینیکن ضمن عملیات مخصوصی کارمندان مقامات حفظ حقوق انتقال غیرقانونی 195 کیلوگرم مواد مخدر پیشگیری کرده شد. اطلاع داده می شود که بسته های مواد نشه‌آور در نزدیکی پایتخت این مملکت شهر سانتو دومینگو از یک بندر دریافت و مصادره شده است. بار مرگاور باید به پوئرتو ریکو فرستاده می شده است. عین زمان جستجوی تشکیل کنندگان انتقال غیرقانونی مواد مخدر ادامه دارد.